سال 2026 که با تشبوسی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان گردید، برای ساکنان ناحیه جبار رسولوف مرحله تازه بنیادکاری و پیشرفت را آغاز بخشید. از روزهای نخستین سال در تمام دهات و محله‌های ناحیه کارهای سازندگی جریان گرفت. ساکنان با احساس بلندی وطن دوستی به آبادانی کوچه‌ها، تعمیر و تجدید مؤسسه‌های اجتماعی، بنیاد میدانچه‌های ورزشی، گلگشت‌ها و نهالشنانی کمر همت بستند. همچنین در ناحیه جبار رسولوف اقدام بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی از جانب صاحبکاران و سخاوتمندان به یکی از سنت‌های نیک و آینده‌ساز تبدیل یافته است. این است که در نزد بینای مؤسسه تعلیمی رقم 31 سیمخانه علاوگی بنیاد، راهرو و آشخانه تعمیر گردیده دیگر تدبیرهای آبادانی جریان دارد. سیمخانه‌های برهوا، اتاق‌های فنی، کتابخانه با تجهیزات‌های زمانوی مجهز می‌گردند. این امکانیت می‌دهد که کودکان و نوجوانان در محیطی سالم و زیبا به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. اهل مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 تصمیم گرفتیم که بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه 4 سیمخانه علاوگی ساخته به استفاده دهیم. با جلب صاحبکاران و سخاوتمندان دهه امروز 4 سیمخانه حاضر زمان در 2 بس برای 200 نفر خوانندگان در عرفه کشاده‌شوی قرار دارد. ما معارفچیان از این اقدام نیک روح بلند گردیده باز هم حرکت میکنیم که سطح و صفت دانش، انتظام، اخلاق را بلند برداریم، خوانندگان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، مسئولیت شناسی آماده نموده نامبرداری وطن عزیزمان، نامبرداری تاجیکستان عزیزمان گردند. سالهای آخر با مبلغ گذاری شخصان خیرخواه در حدود ولایت سوخت چندین مکتب و کودکستان با شرایط معاصر قامت افراخته است. تمامی اقدام‌ها در همبستگی با مردم عملی گردیده تا آخر سال ده‌ها لایحه‌های نوی انفراساختاری راه اندازی خواهد شد. من آستا آبادانی شده است، محله و کوچه منفصل شده ایستاده است. همین سال 25 به 2000 متر منفصل کردیم. سال 2060 به نقش ما بسیار است. 8 کوچه ما های. این حرکت میکنیم منفصل کرده آباد میکنیم. اهالی دهی زرکاری جماعت دهمای بر آن نظرند که سرمایه گذاری به معارف بهترین راه خدمت به وطن است، زیرا محض در مکتب کودکستان پایه دانش، اخلاق و خودشناسی ملی گذاشته می شوند. در مؤسسه تعلیمی رقم 15 950 نفر خواننده تحصیل و 48 نفر آموزگار فعالیت می کنند. تعمیر گردیدن بینای علاوگی سالها از ساختمان بازمانده مؤسسه به آموزگاران و خوانندگان نیروی نو بخشیده است. زیرا هر یک انشاء نو نه تنها بینا بلکه چراغ معرفت و امید پردای درخشان ارزیابی می‌گردد. مؤسسه ما قسما برای استفاده داده شده بود. یک قسمتی آن تعمیر طلب بود و همچون بینای علاوگی به نوبت گرفته شده بود. بینای ناتمام ما با دستگیری کمیته پدر و مادران محله، با دستگیری حکومت ناحیه جبار رسولوف امروز از تعمیر برآمده شده ایستاده است. پس از به استفاده دادن بینای علاوگی خوانندگان در یک بست به خوانش فرا گرفته می شوند. این تشبسات نشان می‌دهد که جامعه محلی مسئولیت رشد معارف و تربیت نسل نورس را وظیفه مشترک خود می‌دانند و دست جمعانه برای آباد نمودن محل خود حصه می‌گذارند. مستانه محیدالله زاده از زنجان شریفов اخبار.